افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام شیرینکانی بیبی. انا باز وقتی افسانه خوانی رسید. امشب باشد من به شما از کتاب افسانه های خلق تاجیک افسانه زیبای پندی ارزان را میخوانم. آماده اید؟ افسانه پندی ارزان. جوانی بود، شوق هر چیز را دانستن داشت و آن جوان روزی با پیرمردی همنشین شد و با آن امید که از او سخنی مفیدی میشنود و به خاطر بگیرد. ولی پیرمرد گویا به دهانش مهر زده باشد خاموش می نشست. جوان زیق شده گفت: پدر، به دهان مگر آب گرفته اید که لب نمی کشاید؟ سخنهای من گرانند، گفت پیرمرد. خیر، اگر سخنهایتان گران باشند ارزششان را از من بستانید، گفت جوان. ولی خاموش ننشینید که دلم تنگ شد و طاقتم طاق. سخنهای من گرانند، به تکرار گفت پیرمرد. چند پولند سخنهای شما؟ پرسید جوان. 100 تانگه، جواب داد پیرمرد. جوان 100 تانگه از جیبش برآورده پیشی او گذاشت. پیرمرد گفت: هرگاه مهمان شوی در پایگاه ننشین. پیرمرد چنین گفت و باز دهان بست. جوان فکر کرد: یعنی مهمان کوشش کند که از پایگاه بالاتر نشیند. خیر، اگر خاکساری کرده در پایگاه نشیند چی می شود؟ این را باید سنجید. جوان همین خیل فکر کرد و باز از جیبش 100 تانگه دیگر برآورده به پیرمرد داد. پیرمرد گفت: به میان کارد آویخته باشی و کاردت تعریفی باشد. پیش دیگران چی احتیاجی به کارد پیدا نشود کاردت را نبرار. آها، این را هم سنجیدن در کار. از دل گذرانی جوان و به پیرمرد 100 تانگه دیگر پیشکش کرد. از نو کیسه قرض نگیر، اگر گیری هم خرج مکن، گفت پیرمرد. همین طور جوان 300 تانگه صرف کرده 3 پند شنوید و در فکر مقرر نمودن درستی یا نادرستی این پندها شد. دوستی داشت که با قریبی برای خود کاری درآمدناک یافته پولدار شده بود، یعنی نوکیسه بود. پیشش رفته از او پول قرض گرفته آورده رست کرده ماند. دیری نگذشته دوستش آمده پولش را طلب کرد. عذر میخواهم، گفت او. اگر پول را زود به من برنگردانی حالم خراب می شود. جوان برای او ذهن مانده دید که کاهیده است. معلوم بود که برای پول قرض دادهش خواطری کشیده و بی‌طاقت شده شبها خوابش نبرده است. جوان پول دوستش را برآورده داد و در دلش یک پندی پیرمرد درست برآمد، گفت. جوان یک روز به مهمانی رفته در پایگاه مهمان خانه نشست. هرچند خواهش کردند بالاتر نگذشت. مهمان خانه پر از مهمان شده بود که 2 مهمان دیگر آمد. نو آمدگان از او کلانسالتر بودند. جایش را به آنها داد و خود بیرون رفت. باز یک پندی پیرمرد درست برآمد. در روی حولی
گوسفند کشتنی بودند. قصاب میخواست که کردی خوب بیاورند. 2-3 کرد برآوردند و قصاب معقول نشد. میزبانان حیران شدند، نمیدانستند چیکار کنند. جوان کردش را کشیده به دست قصاب داد. کرد بود از پولادی تازه، تیز مثل الماس. دستش گلکاری به خراج مملکت می ارزید. قصاب این طرف آن طرف کرد را با دقت از نظر گذرانیده به جوان گفت: این کرد از پدرم به من میراث مانده بود. 4 سال پیش گم شد. تا امروز من آن را جستجو میکردم. معلوم شد که تو دزدیده بودی. 2 نفر شریک قصاب شاهد شدند. جوان را دوست گفته به قاضی خانه کشیدند و به زندان انداختند. پند 3 پیرمرد هم درست برآمد. گفت او خود به خود. در کنج زندان به خیال رفته نشسته بود که ناخواست از پس در آوازی پیرمرد پندفروش به گوشش رسید: دوای قرود، آبی جوش. به تو تهمت کردن بدان که تهمت را تهمت میخورد. جوان بسیار فکر کرد و آخر تهمت بافته در زندان را کوفت. پاسبانان پرسیدند که چی میخواهد. گفت: با من تهمت کردند، مرا پیش حاکم برید. بعد آن که چند روز با اصرار در گفت و طلب کرد که او را پیش حاکم برند، درخواست او را اجرا کردند. حاکم برای او با نفرت نگاه کرده گفت: ها دوست، جنجال برداشتی؟ مگر نمیدانی که زندانی شورت گناهش و ضمناً جزایش هم می افزاید؟ میدانم، گفت جوان. همین را هم میدانم که اگر قاضی عادل باشد اول میپرسد و بعد جزا میدهد. خیر، اگر قاضی پرسد به جواب تو کی باور میکند؟ در صورتی که قصاب 2 شاهد دارد. به من شاهد لازم نه، گفت جوان. من آنچه که شد همان را میگویم، خود شما خلاصه برآرید. خیر بگو، فرمود حاکم. نه، در نزد قصاب میگویم، گفت جوان. قصاب را پیش حاکم آوردند. جوان گفت: 4 سال پیش از این پدرم را کشتند. این کرد را من از سینه پدری شهیدم کشیده گرفته بودم. معلوم شد که کشنده پدر بیچاره من کی بوده است. این گپ را شنویده رنگ قصاب کند و چون بید می لرزید. به حاکم روی آورده شتابان گفت: تقصیر، من این رو آن روی کرد را نغزکک دیده برآمدم. این کردی من گم کردگی نه، من خطا کردم. قصاب کرد را به جوان سپارید. حاکم این خیل صورت گرفتنی واقعه را دیده جوان را جواب داد. جوان از محکمه برآمده با پیرمرد پندفروش روبرو آمده: پدر، گفت، پندهای شما بها ندارند. شما آنها را به من ارزان فروخته بودید. پندهای شما بی بهایند. انا شیرینکانی بیبی. این بود افسانه پندی ارزان. برایتان معقول شد؟ بر یکایک شما اصلکانی بیبی خوب شیرین خواهانم. با شما بودم بیبی افسانه گویتان. براحت بانا. خواب خوش. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. شیرین